اینک سال 2015 هم به آخر رسید و ما وارد سال نو شدیم. هر کشوری هنگام ورود به سال نو تمام کامیابی ها، فراز و نشیبی ها، دستاورد و کوتاهی های یک سال گذشته را مورد بررسی قرار داده نتیجه گیری می کند که آیا سال پربار را پشت سر کردیم یا خیر. هر یک کشوری که اراده قوی پیشرفت دارد و از پی ترقیات جامعه مدنی است، همیشه تحلیل و اندیشه قشر کارشناس جامعه را به نظر می گیرد تا که تصمیم گیری ها در سال جدید برای مدیریت کشور آگاهانه و سنجیده به عمل آید و هم سهو و اشتباه ها تکراری نباشند. بنابر ما هم از کارشناسان سوال کردیم سال سپری شده برای کشور ما چی آورد و چی برد؟ یعنی چی پیشروی های و چی کمبودی های داشتیم؟ همین لحظه چندی از نظر و تحلیل ایده از کارشناسان درباره برد و باخت های کشور تاجیکستان پیشکش شماست. سال 2015 در مقایسه از سالهای قبلی مشکل‌تر بود، مسئله های زیاد نیز داشت. وقتی که سخن درباره برد و باخت هر دولتی و به خصوص تاجیکستان می رود، پیش از همه منطقاً موافق مقصد می بود که درباره اقتصاد سر اول ابراز عقیده بکنیم. وابسته به حادثه های معلوم جهان معاصر، برخورد منفعت های قدرت ها، بی‌قرب شوی اسعار تاجیک در مقابل اسعار خارجی به خصوص یورو و دلار و روبل روسی، وضع اقتصادی تاجیکستان بهتر نبود و مجموع درآمد شهروندان از حساب مهاجرین کاری نیز به مراتب کمتر شد. همینطور باید ذکر نمود که امنیت کشور در رابطه با بعضی حادثه های داخلی و متشنج گردیدن اوضاع و نامعینی های زیاد در افغانستان و پاکستان، واردات سرمایه خارجی به اقتصادیات ملی نیز کمتر شد و از این جهت بودجه دولت نیز اجرا نشد و بعضی عهده‌داری های اجتماعی دولت که از قانون برمی آید در نزد شهروندان نیز به انجام نرسیدند. از جمله مزد مهنت بالا نرفت، حد اقل زندگی مردم نگاه داشته شد و به بازنشستگان نیز پرداخت‌های علاوه‌ای که از ماهیت دولت اجتماعی برمی آید داده نشد، چون امکانات مالیوی کمتر بود. طبق معلومات‌های آماری از 20,000 تا 30,000 شهروندان تاجیکستان که با بیزنس مشغول بودند از کار ماندند و از فعالیت ماندن چنین کارخانه‌های میانه و خرد باعث نگرانی است. سبب‌ها و عامل‌هاش پرسان شدیم. ضمن صحبت‌ها و از جمله ملاقات‌هایی که طریق رسانه‌های خبری دسترسی جامعه شد، اونها نیز اشاره می‌کردند به بلند بودن فایز قرض، زود وارد نمودن تغییرات به کودکس انداز و عوض شدن قاعده‌های بازار در مناسبت‌های بازرگانی. همزمان باید ذکر نمود که نرخ آلومینی و پخته نیز در بازار جهانی پخش شد و تناسب ایمپورت و اکسپورت یا واردات و صادرات محصولات نیز زمینه‌های اقتصادیات استقلالیت سیاسی را نیز خلأدار می‌کند و طلبات زمان موافق نیست. بعض اشاره‌ها درباره اجتماعیات گفتیم. پست‌تر بودن نفقه، ادرارپولی و دیگر کفالت‌های اجتماعی که به دایره‌های مشخص و معین آسیب پذیر قشر جامعه تاجیک دولت باید پرداخت کند و معلوم است که چون اقتصادیات مشکلات داشت، بدون شک تأمین کفالت اجتماعی شهروندان تاجیکستان نیست به طور باید شاید به انجام نرسید. در رابطه با سیاست، دموکراسی و حقوق انسان ابراز عقیده کنیم. پیش از همه
باید ذکر نمود که آغاز سال انتخابات بود به مقامات عالی قانونگذاری و به مقامات نمایندگی حاکمیت دولتی و جماعت دهات. رئیس جمهور تاجیکستان با در نظر داشت توصیه های سازمان امنیت و همکاری اروپا کفیل انتخابات دموکراتی بودنش را اعلام کرد و این باعث خرسندی احزاب سیاسی و شخصیت های علاهیده نیز بوده است. اما با مرور زمان وابسته به نزدیک شدن زمان انتخابات دخالت مقامات حفظ حقوق و دیگر ساختارهای دولتی باعث آن گردیدند که آرزوی آرمانهای ملت این دفعه نیز در رابطه با برگزاری انتخابات دموکراتی مطابق با معیارهای بین المللی عملی نشد و در نتیجه وقتی که در پارلمان و مقامات نمایندگی حاکمیت محلی اساساً نمایندگان یک حزب وارد شدند، این بدون شک به صفت قانون تأثیر منفی رسانده، بیشتر آرمان‌های دایره‌های معین و محدود قشر اجتماعی تاجیکستان را افاده می‌کند و از این خاطر موافق مقصد می بود که دولت به احزابی که امروز در مقامات نمایندگی رسمی دولتی نمایندگانی وکالتدار ندارد برخلاف خواهش اونها و رأی مردم مکانیزم های رابطه دائمی را برقرار نموده نقطه نظر آنها را نیز برای بهتر کردن سطح و صفت زندگی و بررسی نمودن مسئله های مبرم اهمیت استراتژی داشته جلب میکرد. آن حزب‌ها و سازمان های غیر حکومتی که در مقامات دولتی نمایندگی با صلاحیت خود را ندارند اندیشه و پیشنهادهای بنیادی سازنده در رابطه با تحکیم استقلالیت و رشد استوار دولتداری معاصر تاجیک نداشته باشند. باعث تأسف است که حادثه های ماه سپتامبر شد و بعض محدودیت ها در رابطه با فعالیت حزب‌های سیاسی مشاهده شدند. سنزور غیر رسمی وجود دارد و زمانی که علم و فعالیت علمی سیاسی میشد و به سیاست اولویت داده میشد، پس نتیجه فعالیت علمی و کار عالمان و محققان نیز نظرش نباید شود. از این خاطر در این ساحه نیز برنامه های مختلف تهیه و قبول شدند. در بودجه دولت مبلغ ها پیش بینی میشن، ولی چون در مکانیزم عملی نمودن آنها پیگیری وجود ندارد و تفاوت میان رسمیت و واقعیت وجود دارد، صفت و ثمره بخشی تطبیق برنامه های مختلف در این ساحه نیز نظررس نیست. باید ذکر نمود که وابسته به مشکلات اقتصادی نرخ و ارزش نشریه ها و واسطه های اخبار عامه و نمودهای خدمت رسانی نیز بیشتر شد، اما قابلیت خریداری مردم کمتر و همین طور گفتم ممکن است که دسترسی به منبع های اطلاعاتی خصوصیت الटरनेटिव्ی داشته نیز مشکل تر گردید و بر ضمن این هر ماه البته تا 2-3 هفته از جانب مقامات وکالتدار دولت فعالیت شبکه‌های اجتماعی خللدار میشد، مانعه ها ایجاد میشن. از این خاطر در فعالیت معتدل اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نیز کمبودی های نظررس را مشاهده کردن ممکن است که نهادهای دموکراتی و انکشاف جامعه را در اساس اعتراف رویه های گوناگون سیاسی و مفکوروی خللدار میکند و به منفعت کار نیز نبوده است و آغاز پرونده جنایتی نسبت شخصیت های علاهیده و عضو مقامات رهبری کننده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز یکی از موضوعهای داغ روز است، زیرا که فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را نه تنها کنستیتوسیا و قانونگذاری تاجیکستان
инчунин созишномаи умумӣ дар бораи истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар тоҷикистон таъмину кафолат додааст ва бояд ба инобат гирем ки табиати ҳуқуқии санади ишоракардаи ман хусусияти меъёри ҳуқуқи байналмилалиро дорад ва дар низоми қонунгузорӣ эътибори хоса дорад. Он таъкидҳои чандкарата дар хусуси он ки гӯё сулҳи тоҷикистон ва тарзу усули расидан ва ноил шудан ба он таҷрибаи нодир буд, баъд аз он масъалаҳое ки миёни созмонҳои хусусияти динӣ дошта ба давлат ва ба хусус ҳизби наҳзати исломи тоҷикистон ва фаъолони он бо давлат пайдо шуданд, боиси нигаронӣ гардид ва кафолати фаъолияти ҳизбҳои сиёсиро камрангтар намуд. рақобати сиёсӣ низ камтар ба назар мерасад. боиси таъкидҳои чандинкарата то ҳол дар телевизиони давлатӣ барномаҳои хусусияти таҳлилӣ дошта бо ҷалби олимони мустақил ва намояндагони ҳизбҳои дигар нест ва агар мо воқеан иродаи сиёсӣ дошта бошем ки мардум дар бораи ҳизбҳои сиёсӣ тасаввуроти кофӣ дошта бошанд ва агар ҳадафи мо баланд бурдани сатҳи дониши ҳуқуқӣ ва фаросати сиёсии миллат ва шаҳрвандон бошад, то ки онҳо огоҳона дар ҳаёти сиёсӣ иштирок кунанд ва ба умумияту тафовутҳои ҳизбҳои сиёсӣ сарфаҳм раванд ва онҳоро дарк намоянд, пас мувофиқи мақсад мебуд ки намояндагони аҳзоби дигар низ бо баробари вакилону ҳизбҳои ҳукуматие ки дар парламент як ё ду нафар намоянда доранд ё ҳизби халқи демократӣ вориди баҳсу мунозираҳо мешуд ва албатта бо риояи одоби касбӣ ва фарҳанги сиёсӣ ва дар натиҷа таҳдиду хатарҳое ки ба мисли терроризм ё экстремизми байналмилалӣ ё ифротҳои гуногун ва шаклу зоҳиршавии онҳо ба тоҷикистон камтар мешуд ва воқеан ин ба таҳкими заминаҳои ваҳдати миллӣ мусоидат мекард. соли хеле мушкил буд ба ин хотир ки вазъи иқтисодӣ дар собиқ шӯрои иттиҳоди шӯравӣ ва аз он ҷумла дар тоҷикистон ҳам бисёр мушкил буд, ба хотире ки интиқоли маблағ аз русия ба тоҷикистон хеле камтар ворид шуд. қурби пули миллии тоҷикӣ сомониам ва тақрибан дар давоми як сол аз амин агар аз моҳи январи амин соли 2015 шурӯъ кунем, аз замоне ки тақрибан дар тоҷикистон нархи $1 ба 7.5 сомонӣ баробар шудааст. ин дар ҳоле ки дар ибтидои моҳи январ 1 ба 5 буд, яъне ки ба $1 5 сомонӣ медоданд, вале ки ҳоло таъми шабу рӯз ба 7 расидааст, яъне ки тақрибан қурби пули миллии тоҷикӣ ба 50% коҳиш ёфт. дар сурат ҳукумат баъзи кӯшишҳо ба халқ дода истодааст, аммо то маълум нест ки масалан пули тоҷикӣ то кадом андоза боз коҳиш меёбад ва аз ҷониби дигар нигаронӣ ин аст ки дар русия муҳоҷирои корӣ кор шуғл камтар мекунанд ва даромади инҳо хеле кам шудааст. ин ҳамин қисмати иқтисодӣ гуфта метавонем ки дар соли 2015 мушкилоти тоҷикистон буд ва баъзе мушкилоти дигар ҳам дар ҷомеаи тоҷикистон вуҷуд дошт ва ки масалан дар тирамоҳи соли гузашта бо номи исёни ҳоҷи ҳалим дар таърих ворид шуд, даста шудани ҳизби наҳзати ислом ва аз воқеоти масалан муҳиме ки таърихи тоҷикистон дар оянда сабт мешавад, ин қабули қонун дар бораи пешвои миллат аст, яъне ки аз ин ба баъд раҳмон президенти кунунии тоҷикистон пешво пайдо кард, яъне ки эмомалӣ раҳмон қонунан пешвои миллат эътироф шудааст. сармоягузорӣ ва маблағҳои чин хеле назаррас аст. боздошти як теъдоди калони иборат аз 13 нафар намояндаҳои шӯрои сиёсии ҳизби наҳзати ислом чанд воқеаи дигаре рух дод ки дар мавридшон гуфтам. оиди бурду бохт дар соли сипаришуда соли 2015 суҳбат ростӣ дар ин мавзӯъ
خیلی هم وقت میطلبد. مخصوصا این سالی نهایتاً وزنی بود، چون حکومت کشور فضای سالم را از بین بود. این از همه نقطه مهمش بود و قدم به قدم منفعت‌های یک خانواده را بالا برد، حتی به قیمت جان جوانمردان این ملت. پایمال کردن حقوق آنان، از جمله آزادی بیان کاملا از بین رفت. محدودیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی. من اینجا میخواهم به طور خلاصه بیان کنم که بیشتر باخت‌ها به جانب حکومت خودکامه رحمانوف بود. هر یک اقدامی در طول این سال انجام داد، این رژیم بالاخره به ضرر خودی او انجام یافتند. و طور مثال قانون شکنی حکومت در برابر رقیب‌های سیاسی خود، دزدیدن مقصود، یک جوانمردی که قدم در سیاست زد و برای اصلاحات سخن کرد، دزدیدن او از روسیه به تاجیکستان، آوردن او به طور غیر قانونی، قتل ناجوانمردانه مرحوم شهید عمر علی قواتوف در استانبول، بیرون کردن مخالفین از پارلمان، تصویب قانون پیشوای ملت که اخیراً از جانب پارلمان صادر شد، این خود الکی تاجیکستان را به یک کشور پادشاهی تبدیل داد، به یک کشور خانوادگی. این خود الکی یک ضربه خوردن فضای دموکراتی بود در تاجیکستان که کاملا مخالف سرقانونی کشورمان بود. یک که حزبی شدن صحنه سیاسی کشور ارزیابی می شود. این سال زندانی کردن ادوکات ها، این خود الکی یک ضربه برای حقوق انسان در کشور ارزیابی می شود. از بین بردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یک حزب معتدل، و در پی این زندانی کردن طرفداران و هواداران این حزب و گوسود کردن حتی وکیلای اونها، ادوکات های اونها، این خود یک ضربه و جامعه شهروندی تاجیکستان بود. در برابر این اقدام ها اما بردهای مردم، بردهای این ملت دیده می شدند و این همه نقطه ها سبب بردهای ملت بودند. از همه مهمش بیداری ملت. این سال بیداری بود، سال میتینگ ها بود، سال صدای آزادی بود، الکی دمیده شدن روح آزادی خواهی در بدن جامعه، علل خصوص در قشر جوان. امروز یا که این سالی بود که ایجاد زمینه برای اتحاد و همدیگر فهمی در بین گروه های سیاسی دیده می شود. در پهلوی این بار بیداری شعور سیاسی در دو دهه اخیری که کاملا خواب رفته بودند، امروز در قشر جوان دیده می شود. شعور سیاسی که قبلا در سالهای گذشته همین طوری بود که اصلا جوانو مثل که سیاست برای جوانو نبوده، امروز جوان نیز در مورد سیاست حرف نزند.
یعنی این بود ترس یا کمزوری حکومت در این سال. علاوه بر اینها ظهور فرهنگ دیالوگ و جایگزین آن به جای فرهنگ تشنج و خشونت مخصوصا در بین قشرهای جوان امروز دیده می شود. علاوه بر این کمرنگ شدنی عادت محله‌گرایی در بین جامعه و پیدایش فرهنگ عمومی ملی مخصوصا در بین قشر جوان دیده می شود. این همه نقطه ها را، این همه کامیابی ها را اقدام های احمقانه حکومت نمی بودند، ملت به این جا نمی رسید. همه ساله از من سوال میکنند که تاجیکستان در یک سال سپری شده چی برد داشت و چی باخت. من که یک شخص ریالیستی هستم، همیشه کوشش میکنم که به همه پهلوهایی که تاجیکستان در یک سال از دست داد و یا به دست آورد واقع بینانه بها دهم و همیشه یک توازن حاصل میشد که قریب که گویم برابر و عادلانه بود. اما این سال هرچند کوشش کردم که یک سال سپری شده تاجیکستان را با همه دستاوردهایش و کمبودیش به یاد آورم، اما هیچ بردی که به نفع دولت و ملت باشد پیدا نکردم. البته بود، دستاورد هم بود، اما این تنها برای حکومت بود. حکومت در سال 2015 برد کرد، یعنی خواسته حکومت برآورده شد. هرچی که حکومت خواست آن اجرا شد. شروع از سال نو 2015 که این معرکه انتخابات پارلمانی بود و اخیراً در نتیجه مبارزه های گویم حزبی و گروهی با پارلمان مخالفین راه نیافت. امروز عملاً حکومت مخالفین ندارد. حکومتی که مخالفین ندارد این خطر دارد، زیرا گروه های منفعت جوی بهر نایل گردیدن به منصب و مقام تنها به ستایش داده شده از کمبودی های ساحه لب نمی گشایند. اصلا حضور مخالفین این یک گروی رشد دولتداری می باشد. در سیاست بیرونه باشد موقع تاجیکستان بین روسیه و چین نامعین باقی ماند. گرچنده روسیه را ما سالهای زیاد شریک استراتژی اعتراف نمودیم، اما امسال ما از چین امید کلان داریم، یعنی حکومت از چین امید روابط پولی و مالی و سرمایه بزرگ را منتظر است. اما تا امروز موقع سیاسی تاجیکستان بین این دو دولت های ابرقدرت ناروشن باقی ماند. تاجیکستان در این سال هم به یک کشوری وارد کننده باقی ماند. صادرات براه مانده نشد. یعنی استحصالات چون پیشتره به کار ندر آمد. چند عدد کارخانه های استحصالی که با اشتراک پرزیدنت افتتاح بخشیده شد، بعد 2-3 ماه فعالیت آنها عملا از فعالیت باز ماندند. فکر میکنم با سبب فساد مالی و نبودن یک اندازبندی منتظم آنها از کار ماندند. مسائل مهاجرت تا امروز حل خود را نیافت. در سال 2015 خیلی شمار زیادی ملت ما در بیرون از جمهوری مهاجران کشته شدند. فکر میکنم که در سالهای سپری شده اینقدر دهشتناک نبود، چخیل که در سال 2015 مهاجران ما با یک قطار مشکلی های سیاسی و اقتصادی و حقوقی روبرو شدند. بنابر همین تا امروز مهاجران ما بیرون از جمهوری عملاً به حمایه دولت باقی ماندند. گرچنده در پایتخت خیلی زیاد بناهای سیر آشیانه زمانوی منزل زیست بنیاد گردیدند،
هنوز ارزش این منزل ها گران بوده. مردم دسترسی آزاد برای خریدن منزل زیست ندارند. خود قضاوت کنید که نرخ خانه در دوشنبه از شهرهای مسکو و نیویورک و استانبول گرانترند. هرچند گوییم در این سال نقب استقلال تعمیر شد، اما هنوز پورا به اتمام نرسیده است و گوییم که من سال آخر شد ولی اون وعده که حکومت داده بود به اجرا نرسید. رعایت نکردن حقوق انسان، شکنجه بازداشت شدگان، حکم‌های غیر عادلانه، با بهانه گوی مبارزه علیه تروریسم محکوم شدن دهها شخصان بیگناه و صدها نفر که مورد شکنجه شدید قرار گرفتند، این همه در یک سال سپری شده جای داشت که فکر میکنم سالهای گذشته از این قدر بیرحمی و گوییم سندهای سودی ناعادلانه اینقدر شماری زیاد وجود نداشتند. فساد، طمع‌جویی، قتل و کشتار، اصلا نظام جنایتکاری در جمهوری در یک سال سپری شده زیاد شدند. گوییم که نه اینکه بازداشت شدگان، حتی شکنجه مردم که از جانب منصبداران و مقامات ها جای داشت یگان وقت تا این درجه نرسیده بود. باز هم در یک سال ما تنها به آماربازی مشغول بودیم. یعنی امروز اصلا در تاجیکستان عنعنه شده است که بیشتر متوجه به آمار می باشند و با همین پیشنهاد نمودن آمارهای بددروغ رهبر دولت و مقامات‌های عالی کشور را باور میکنند که در محل‌ها فلان کارها به انجام رسانده شدند، لیکن در عمل این همه آنها واقعیت ندارند. اندازبندی سنئی باشد از باعثی از فعالیت بازماندن صاحبکاران زیاد گردید. خود ببینید که برای اجرا نمودن نقشه انداز همه راه و وسیله و واسطه را استفاده بردند. یعنی مقامات انداز با ترتیب دادن سندهای سنئی به مبلغ میلیون ها سامانی صاحبکاران را جریمه نمودند که اخیراً باعثی از فعالیت بازماندن این صاحبکاران گردید که این خیلی ضرری جدی به اقتصادیات جمهوری می باشد. در یک سال گذشته گوییم با بهانه بحران اقتصادی 65% وارد شوی مبلغ پولی از مهاجران کم گردید. یعنی 2 میلیارد دلار به تاجیکستان از مهاجران بیرونه وارد نگردیدند. این هم یک ضربه سختی برای اقتصادیات تاجیکستان می باشد. بنابراین فکر می کنم که این رویخط انتها ندارد و اصلا سال 2015 رو من یکی از سالهای وزنینترین در گوییم امور دولتداری 24 ساله تاجیکستان حساب میکنم. در سال 2015 پارلمان تاجیکستان در جهان رکورد گذاشت، گوییم هم خطا نمیکنیم. هر چیزی که به پارلمان پیشنهاد شد آنها قبول نمودند. ببینید که تغییر و علاوه ها به قانون درباره اتحادیه‌های جمعیتی که با بهانه سنجیدن اندازبندی امروز عملا تمام فعالیت تشکیلات‌های جمعیتی مورد سنجش قرار میگیرند و این رو گویا که بهانه کردن که این گویا با سبب پیشگیری جنایت‌ها علیه تروریسم باشد. همچنین در سال 2015 قانون جمهوری تاجیکستان درباره ادوکاتور و فعالیت ادوکات‌ها را قبول نمودند که اون باعث اون گردید که من مطمئنم که هزارها حقوق‌شناسان امسال بیکار میمونند، چون یک تشکیلات جمعیتی رو برده زیر اطاعت مقامات دولتی یعنی وزارت عدلیه واگذار نمودند. در این سال بستن فعالیت
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و اعلان نمودن این حزب همچون یک حزب تروریستی افراطی، من فکر میکنم این خطای بزرگ بود. اصلا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در چارچوبه قانون فعالیتش را براه مانده بود و یک حزب معتدل بود، گرچند حزب مخالفین بود لیکن معتدل بود و نماینده هایش در پارلمان خیلی فعال بودند و امروز با بستن این حزب هیچگاه تاجیکستان بود نخواهد کرد، زیرا برعکس اکنون افراطی ها، عمل های افراطی اوج میگیرد و کسی که با این قرار حکومت راضی نیست آنها فعالیت خود را میتوانند مخفی ادامه دهند و حبس کردن چند نفر فعالان این حزب هم اصلا این یک سیاست نادرست بود. یا اینکه گوییم از بعض عملهای غیر عادلانه و اون جنگ و جنجال هایی که نسبت به روحانیان و گوییم شخصانی که پیروی دین اسلام هستند یا دینداران هستند آنها رو پیگیری نموده در پس پرده گوییم برخی از گروه ها با مقصدی به رسیدن به هدف های خود نام اسلام را سیاه کردند و در نتیجه از این عمل های غیر عادلانه ببینید که یک پالکونیک میلیتسا به دولت اسلامی پیوست. این یک گویم کمبودی وزارت کارهای داخلی بود. یا اینکه معاون وزیر دفاع اسیان برداشت، امروز گرچند حالا حکم سودی نیست موجود نیست، ما دقیقاً تروریست و خیانتکار گفته نمیتوانیم. علاقه این هم یک کمبودی مقامات هست که من فکر میکنم از همین عمل و قرار و سندهای غیر عادلانه آنها به شاید عملهای افراطی و تروریستی دست زدند. همچنین نگفته نمانم که در سال 2015 پارلمان تاجیکستان پیشنهاد چند نفر گویم فعالان جامعه را درباره اعتراف نمودن پیشوای ملی یعنی امامعلی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملی اعتراف کرده شود از جانب پارلمان قبول گردید و امروز خود پرزیدنت امضا کرد و مورد عمل این قانون قرار گرفت. من فکر میکنم که این قانون عاقبت‌های ناخوش دارد. کسی که به چنین عمل دست زد و اصلا همه اندیشه به مغز سری کسی که آمد و پیش از همه دشمن رقم یکی خودی پرزیدنت می باشد. برای آن که شاید کسی که این اندیشه رو پیشنهاد کرد و یک صمیمی نبود و با مقصدی گوییم نشان دادن صادق بودن خود در نزد رهبری دولت و با این کرسی و وظیفه خود بود، اما فکر نکرد که ما در یک دولت دموکراتی زندگی میکنیم. طبق سرقانون ما کشور خود را همچون یک دولت دموکراتی اعلان نمودیم و اصلا از همه مقام بلند مقام عالی این پرزیدنت است. در تمام روی دنیا از پرزیدنت دیده دیگر مقام عالی مقام بالا وجود ندارد. سال 2015 که سال دشوار، سال سخت برای جامعه شهروندی به ویژه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. حزب نهضت اسلامی عمده‌ترین حزب مخالف حکومت تاجیکستان ممنوع و همچون سازمانی تروریستی و افراطی اعلام شد که در پی آن صدها از هموطنان از همکارانم صدها از عضوی ارشد حزب نهضت روانه زندان شدند و از ده تن دیگر از اعضا و جانبداران این حزب پاسپورت های خارجی گرفته شد که آنها در حال حاضر در حبس خانگی قرار دارند و همچنین صدها تن دیگر از اعضا و مسئولین ارشد حزب نهضت و جانبداران
این حزب با شمول استاد محیدین کبیری رهبر حزب نهضت ترک وطن کردند. واقعا این اقدام حکومت نقض آشکاری سازشنامه صلح و رضایت ملی بود. امام علی رحمان رئیس جمهور کشور و آن تیمی که دارد با این اقدام خود آن سازشنامه صلح و رضایت ملی را که به همراه استاد سید عبدالله نوری رئیس آن وقته اتحاد اپوزیسیون به امضا رسانده بودند شکستند. صلحی که با صد رنج و عذاب، با هزارها قربانی و با مشکلات زیاد و با امیدهای زیادی به دست آمده بود را متاسفانه شکستند. من چند دیروز میخواستم متن سازشنامه صلح را پیدا بکنم که چشمم به سخنرانی امام علی رحمان در مورد صلح در سال 2002 یعنی حدوداً 14 سال پیش برخورد که او در این سخنرانیش گفت که ما جنگ و زورآوری را همچون وسیله به اعتدال آوردن جامعه رد نموده راه آسایشته مذاکرات و گفتگو شنید را برای رسیدن به صلح و رضایت ملی یعنی نجات ملت پیش گرفتیم. امام علی رحمان رئیس جمهور یعنی فراموش کرد. متاسفانه انسان ها ضعیف هستند و به زودی گذشته را فراموش میکنند. اون میگفت که زورآوری را همچون وسیله اونها قبول ندارند. برعکس باید از زورآوری استفاده نشود. برعکس باید در جای زورآوری از صلح و مکالمه و دیالوگ استفاده کرد که متاسفانه امروز اونها خودشون زورآوری کردند، حزب نهضت را ممنوع کردند و ده ها تن از اعضای اون را با شمول اونهایی که در این صلح سهمی زیادی داشتند روانه زندان کردند و بسیاری دیگر از کشور خارج شد. واقعا این به نظر بنده این اقدام حکومت بزرگترین حادثه سال 2015 بود که متاسفانه عواقب خوبی ندارد. اگر ما در سال گذشته به فضای آزادی بنگریم میبینیم که آزادی در این سال گذشته واقعا محدود بود. رسانه ها و سایت های مستقل از جمله آزادی، تاج نیوز، آزادگان برای بسیاری از کاربران اینترنت تا حال محدود هست و حتی شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک، ادنکلسنی که خیلی محدود بودند و تا امروز این محدودیت هم ادامه دارد که سوال میارد که حکومتداران ما چرا میترسند؟ چرا این رسانه ها را بند میکنند؟ واقعا سوال هست که چرا اونها این رسانه ها را بستند و تا امروز ادامه دارد؟ جواب خیلی واضح هست که اونها از واقعیت، از برآمدن حقایق میترسند که واقعا این به فایده به نفع کشور نیست. یکی از دیگر چیزهایی که در سال 2015 انجام یافت و حکومتداران متاسفانه این کار را از انجام این کار افتخار میکنند، ولی متاسفانه برای یک کشور دموکراتی نه تنها میزیبد بلکه تأثیر منفی دارد. این است قرار قانون پیشروی ملت. یعنی چی ضرورت داشت در تاجیکستان پرزیدنت تمامی اکثریت صلاحیت ها در دست او هست و جایگاه بلندترین هست، ولی متاسفانه به جناب عالی و به دیگر عنوان ها اکتفا نکرده باز بردیم به پیشوای ملت رساندیم و در بری این قانون هم دخل ناپذیری او و خانواده او و کفالت های اجتماعی هم داده شد که متاسفانه هیچگاه به اصول های دموکراتی موافقت نمی کند. همچنین حتی اگر بگیم که پیشروی ملت این اگر وضعیت اقتصادیمون بهتر شده باشد، مردم برق داشته باشند، اگر مشکل نداشته باشیم تا یه حدی را می شود که توجیه کرد، ولی امروز
کشور ما در تمام ساحه ها متاسفانه عقب مانده ترین کشور در نه تنها در آسیای مرکزی بلکه در جمهوری های اتحادیه شوروی سابق هست، ولی بر زمین این باز ما هم میبریم و عنوان های بزرگ و کلان را به مسئولین کشور میدهیم. همچنین سال 2015 سال واقعا دشواری برای ادوکات ها بود. چنانکه که میدونید پیشتر شهرت قدرت ادوکاتی مشهور بازداشت شد و به روانه زندان شد به سالهای طولانی و همچنین بعد بازداشتی حمله و 3 بازداشت های اعضای حزب ادوکات آنها بزرگ مهریاروف، نورالدین محکموف و اون ادوکات زنهای کلیگ ادوکاتور سپر بازداشت شدن که واقعا سال 2015 برای اونها هم سال واقعا دشوار بود. ادوکات هایی که باید از حقوق شهروندان بازداشت شده دفاع میکنند، یعنی باید دفاع کنند، اونها وقتی که بازداشت میشود دلالت به این میکند که در تاجیکستان چقدر حقوق های انسان پایمال می شود. در سال 2015 یکی از حوادث دیگری که رخ داد و واقعا یعنی این را من میتوان بگم که بزرگترین معمای سال 2015 بود، این حادثه های اوایل سپتامبر که مربوط به معاون وزیر دفاع تاجیکستان عبدالحلیم نظرزاده است. این مثل دیگر حوادث دیگر که در سالهای قبل رخ دادن یکی از معماترین هست و اسباب و عوامل این حادثه گفته نشده است و تاریخ بیرحم هست و همه چیز را آشکار خواهد کرد و آنهایی که با این کارها میخواستند دیگر با غرضهای گروهی و شخصی داشتند این سببگاری این شدن، سببگاری ریختن خون تاجیک شدن در نزد ملت و در نزد کشور و پیش از همه در نزد خداوند هم اینها جواب خواهند گفت. واقعا سال دشواری بود، سالی بود که خیلی برای جامعه شهروندی، برای فضای آزادی خیلی سال دشوار بود، ولی انشاءالله که سال آینده، سال 2016 سال مجددار خواهد بود، سال خواهد بود که در اون مبارزه و خسته ناپذیری ملت مشاهده می شود و چنانکه که خداوند در قرآن کریم میگوید که فإنهم یعلمون کما تعلمون، این مژده هست و الحمدلله این را الکی ما احساس کرده ایم.